میگه به آریان یه متن دادم و معلمش زیر 4 تا غلطش خط کشیده که یکیشون اینه و اینه. خب بیا درستشون کنیم. میگه I have a lot of friend. a lot یعنی تعداد زیادی و میدونیم وقتی میخوایم تعداد بیشتر از یه نفر رو بگیم اسممون جمع میشه. مثلا به جای friend که یعنی دوست ما میگیم دوست ها. ما میگیم دوست های زیادی دارد. ما مینویسیم friends اسم میگه آخرش. میریم بعدی. last week یعنی هفته گذشته، زمان گذشته است. اوکی. بعد میگه we go. فعل باید به صورت گذشته بیاد. یادتون باشه وقتی که go به علاوه ed بشه و بخواد تو گذشته بیاد جز افعال بی‌قاعده است و میشه went یعنی رفت. چون که گفته we go میشه we went. last week we went ما رفتیم to a small village. اوکی. میریم ادامه. اینجا میگه I didn't saw همون see هست که به علاوه ed شده و جز افعال بی‌قاعده و یعنی see یعنی دیدن، saw یعنی دید. اوکی. بعد یادتون باشه اگه دید رو دیدی فعل ساده میاد بدون ed بدون ing و بدون s. اوکی. اگه دید رو دیدی فعل ساده میاد پس ما به جای ed باید خود see رو بنویسیم. see به جای اینکه بگیم I didn't saw بعد بگیم I didn't see یعنی من ندیدم. و آخریش میگه I am stay at home. بعد کنید نوشته اینجا now I am stay at home که اینجا باید ing بگه now یعنی الان میشه حال استمراری. now I am staying at home. staying